دولتی که ما داریم دولت هزینه است. تورم عاملش ما دولتیم. دولت رو بزرگ کردیم، هر کی یه جا نشسته شده رئیس و مدیر کل و اینا، اما کار داریم تلاش میکنیم اگه بتونیم دولت رو کوچیک کنیم. البته کار سختیه، چون همه یاد گرفتیم که از طوری که باید رئیس بشیم، مدیر بشیم، نمیدونم یه دفتر دستکی بر خودمون درست بکنیم. خب با این کارا که نمیشه کار کرد. هزینه کسری که دولت داره یعنی تورمی که بر مردم تحمیل میشه. حالا با آقای دکتر هم گفتیم، تو استاندارا هم گفتیم، تا جایی که ممکنه ما هزینه های خودمون رو بیاییم کم بکنیم تا بتونیم مشکل مردم رو حل کنیم.